رسول اکرم گفتن کسی طهارت میکند، بعد طهارت کردن به نیت نمازی با جماعت به مسجد می آید، مکافات او را گوش اندازین. كانت خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع الدرجه. همین قدمی که از خانه برآوردی، پای راست و بسم الله الرحمن الرحیم گفته به نیت مسجد گذاشتی، همه خطاهای تو را پروردگار قلم گرفته خط میزند. تمام، این بنده من بالکل خطایی ندارد، بالکل گناه ندارد. خط همون قلم خطش زد. تمام، تو آلفته هستی، تو تازه هستی وقتی از خانه با این نیت میبرایی، با این مکافات پروردگارت انجام نیافت. ترفع الدرجه، تو را در بین جنتی ها اعلان کرد که اینجا یک نفر دیگر می آید.